تواضع کند هوشمند گزین، نهد شاخ پر میوه سر بر زمین. درخت که میوهش زیاد به سرش خم می باشه. او یگان درختایی که سرش هم تو بالا هست و کنار از هیچ میوه نداره. یا نفس إن لم تظفری لا تجزعی ویلا موا. کسی بود و بسیار از خود راضی بود. یک روز از استادا بود، از شاگردای خود نشته کرده بود. شاگردای عزیز، من میخوایم که برای من یک سوال جواب بدین، منتها نامه‌هایتان رو نشته نکنید، در کاغذ نشته کنید. فهمیدین؟ این صاحب ورقا را در بین شاگردا توضیح کرده بود که شما فقط نشته کنید من چی هستم. خب چی نشته کنیم؟ شاگردا گفتن نشته کنید که من اخلاق محمدی دارم، من اخلاق انسانیم چقدر قوی است، اخلاق من درجهش به چی سویه میرسه. خب یک روز من فکرم نبود، قسمت همی ورقای زیر یک ورقش خواندم که سهل میکنم که یک شاگرد نشته کرده که استاد تو هیچ آدم نیستی. بعضی کسا بسیار اعجاب، این یک مرض خطرناک است که خودت پیش خود فکر میکنی که ملائکه هستم، مردم بگه که تو هیچ آدم نیستی. از این خاطر یگان دفعه آدم به دیگرها وقت بده بگیدن باری من یک نظر بده. عمر رضی الله عنه میگه رحم الله، الله سر از او کسای رحم بکنه که عیب های مرا برام بگویه تا من خود اصلاح کنم. عمر ابن خطاب شخصیت سعی کن، تواضع را سعی کن. تواضع کند هوشمند گزین، نهد شاخ پر میوه سر بر زمین. درخت که میوهش زیاد به سرش خم می باشه. او یگان درختایی که سرش هم تو بالا هست و کنار از هیچ میوه نداره. انسان هم همی قسم است. انسان هم شخصیت و ارزشش اونمو چی از در تواضعش هست. پس یکی تقوای فکری شد، دومش تقوای قلبی. تقوای فکری که امراض فکری را بشناسی، از او خدا نگاه کنی. تقوای فکری از قاری صاحب محترم که فکرت از امراض فکری. امراض فکری 30 قسم مرض فکری هست: مارکسیزم، لینینیزم، ایدئالیزم، صهیونیزم، انارشیزم. مرضای هست که چی بگیم؟ این فلسفه ماتریالیستی، فلسفه عقلگرایی، فلسفه چطورگرایی. تقوای قلبی چی هست که خود از امراض قلبی قلبت پاک بسازی. محبت غیر الله مرض قلبی است، توکل به غیر الله مرض قلبی است، خوف از غیر الله مرض قلبی است. متوجه شدین؟ این چیزا که از رجا به غیر الله مرض قلبی است، امید به غیر الله مرض قلبی است. اینا کلش مرض قلبی. تکبر مرض قلبی است، اعجاب مرض قلبی است، غرور مرض بسیار قلبی است. صاحب احیای علوم الدین که است امام غزالی رحمت الله علیه چی میگه؟ میگه بدترین غرور که از غرور علماست. سر چی غرور میکنه؟ سر لیسانس خود غرور میکنه. ما لیسانس است. او پیسه دار که از غرورش کم است، او بیچاره یک تن سر یک موتر غرور میکنه. اما یه عالم سر تقوای خود غرور میکنه، سر دکترای خود غرور میکنه. وقتی که دکترا گرفت مثلا لیسانس است که یگان سلام میته، همین ماستر که شد قرار تو سایل درک تو برش سلام بیدی. دکتر که شد خب بیخی دیگه از چوکات. خطرناکترین غروریه. باید وقتی که دکترا داشته باشی کل مردم تو را بسیار احترام بکنن، تو بسیار پیش خود چی فکر کنی؟ که من از کل دیگه کده ضعیفتر هستم، عاجزتر هستم، یا الله مرا ببخش، من از کل دیگه کده گناهگار هستم. بدترین غرور علما. از همین خاطر زیاد چند صفحه نشته کرده امام غزالی رحمت الله علیه در احیای علوم الدین نشته میکنه که غرور. این کتابش همین بخش بخونین، غرور بازی انواع غرور بر تشریح میکنه. باز میگه این غرور تاجر است، این غرور پیسه‌دار است، این غرور فلانی است، این غرور دکاندار است. باز میگه بدترین غرور کی است؟ غرور علما هست که در مسائل دینی شیطان این مغرور میسازه، باز از یک ابلیس جور میشه. پس مرض دوم مرض چی است؟ سوم چی است؟ تقوا زبانی هست که خود از امراض زبان نگاه کنی.
امراض زبان چی است؟ یکی از مرضای خطرناک زبان مذاق کردن است. زیاد فکایی گفتن است. همین کسی که زیاد فکایی میگه و زیاد مذاق میکنه و زیاد رشخندی میکنه و غیبت میکنه و دروغ میگه، اینا کلش مرضای هست که زبان از زیر داغ کرده، مردار ساخته. انسان مسلمان عفیف اللسان میباشه. یک استاد ما داشتیم بسیار با تقوا بود، مرا بسیار خوشم میامد. این چی عادت داشت؟ اگر فکرتان باشه آدمایی که جگرخون میشنه چیخ میزنن. این استاد ما که ما بسیاری رو جگرخون میساختیم، این که زیاد قار میشه صداش پخش میشه. حالا میشینیم نکنین شوخی. اقا زبان از این پاک بود که بیخی مرا حیران کرد. انسان با تقوا در وقت غضب و جگرخونی و جنگ از دانش گپ بد نمیبره. عفیف اللسان است، زبانش پاک است. از خواندن و موسیقی و ساز و گپا و شعرهای لودگی و شعرهای احمقانه و این جنجال ها و اختلافات زیادی گپا زبان خود چی میکنه؟ پاک میکنه. تقوا نشه که به خاطر همین یک جمله من یک کسی به یک مشکل گرفتار.